2, son 2, 3, 4. Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş sonuna. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana gülünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. هی بابا این بچه از کجا اومده؟ از کجا میخواستین بیاد؟ از عروسی؟ گرکم تو به کسی شک داری؟ نه ولی حسای مخصوص من هیچ وقت دروغ نمیگن. تازه دارم به این فکر میکنم یه عقل، یه بچه مظنونین، ارشد، سلما و ملیسا و نکنه این بچه شماست. میتونی چرت نگی؟ چیو چرت نگم؟ حواسم بهتون هست، از من گفتن بود. گورکم چی داری میگی؟ وای من کب نمیارم، بچه گرسنه است، برم یه نیم دونر براش بخرم بیام. ها خداحافظ. کجا؟ منم برم دنبال این، برم که این بچه تفلکی بی نصیب نمونه. فعلا اجازه من اومدم. گورکم نمیشنوم. مادر بزرگ زنگ بزنیم به SCC یا پلیس، بالاخره مادرشو پیدا میکنیم. الان آخه پس چی کار کنیم؟ امشب با ما بمونه، چاره‌ای نیست دیگه. چی؟ حاضران راست میگه، تفلک بچه گناه داره، الان گرسنه است، شیر مادر نداریم، باید شیر خوش بخریم. باشه مادر بزرگ، کم و کسری باشه من میخرم. پایراز پسرم برو داروخونه، بهت میگم چی بخری. باشه دم رفتنی تو هم برسونم آمادش. نه نمیخواد. مادر بزرگ امروز به اندازه کافی خسته شدیم، من و حاضران حلش میکنیم. نه آره خاله عالیه، حلش میکنیم، شما برید خونه. پس چیزی شد خبرم کنین. باشه فعلا حاضران زود برمیگردم. باشه برو بریم پسرم. این چیه ها؟ خوشت اومد؟ باش بازی میکنی؟ این چطوریه؟ رنگش قشنگه؟ برات قصه بگم؟ قصه دوست داری؟ تا داداش پایرازتم بیاد. من زیاد قصه بلد نیستم، مامانم زیاد برام قصه نمیگفت، اما خب یه چیزایی برات سرهم میکنم که خوب باشه. یه جزیره کوچیک اون دورا بود، آدمای خیلی خوبی اونجا زندگی میکردن، بدون هیچ مانعی و آزادانه عاشق میشدن. حتی اگه دیرم شده باشه حتما همشون به معشوقشون میرسیدن. شب توی آرامش خوابشون میبرد. خانواده‌های خیلی خوبی داشتن که محکم همدیگر رو به آغوش میکشیدن. اما یه روز یه دیو اومد توی جزیره. این دیو شبیه یه سایه افتاد روی جزیره، غذاهای همه رو برد، تمام عاشقا رو از هم جدا کرد و اینجوری یه بچه کوچولو از مامانش جدا شد. همه تقصیرها زیر سر اون دیوه بود. اما پرنس جسور جزیره با کمک پرنسسی که از سرزمین دیگه اومده بود دیو شکست دادن و همه رو نجات دادن و بچه رو بردن پیش مامانش و آخر سر به هم رسیدن.
و تا ابد کنار هم خوشبخت زندگی کردن. من که داشتم برات قصه میگفتم. ببین های بیا یه درهم قصه میگم. کجا موندی پس؟ چه میدونم، رفتم اینا رو بگیرم. شیر خشکش آماده است توی شیشه شیره. باشه. نگه داشتن بچه خیلی سخت. نگاه کن ببین. نخوابیدی هنوز؟ نه. تا چرا بیدار شدی؟ معدم به هم ریخته، اومدم قرص بخورم. خوبی چیزی برات درست کنم؟ نه خوبم، بهتر میشم. خونه بعد رفتن ایدیر خیلی ساکته مگه نه؟ نمیتونم باش کنار بیام. امروز باز حرف زدی؟ دیشب حرف زدیم، گفت خوبه همین. به نظرت برمیگرده؟ اوف لطیف، چشم انتظار نباش، باید به این سکوت عادت کنیم، چاره دیگه ای نداریم. دل گذاشت رفت. اگه تو چیزید بشه من چیکار کنم؟ او لطیف، من به تو روحیه بدم یا تو به من؟ خوب میشم، اوکی؟ درست میشه همه چی، حله؟ راست میگی، حق با توه. خوب میشیم مگه نه؟ مثل ملکه ها ازت مراقبت میکنم. از این به بعد ناراحت نمیشی، خوبه؟ باشه عزیزم، بریم بخوابیم. بریم عزیزم. پویراز نوبت توه. نازیرا نوبت توه. نه نوبت توه. زود باش. صبح شده دیگه، بلند شد. بهتره بیدار شیم، معلومه ساکت نمیشه. پستونکش کجاست؟ بیا بغلم، بیا عزیزم. ساکت شو. پویراز پستونکش کجاست؟ اینجاست. بیار بدو. بگیر. آها، بیا. بعد از اینکه رفتیم پیش داداش لطیف مامانم هم سر بزنیم، فکرم پیششه. باشه، من ازش مراقبت میکنم. بیا ببینم. فاتح جان، سر سفره اول باید وسایل رو بیارن. چای رو اولش نمیارن که سرد میشه. اتفاقا میخواستم بیارم سلما جون. مگه میشه عزیزم؟ باشه زندگیم، از این به بعد هر چی تو بگی انجام میدم. گوجه ها رو خورد نمی کنی؟ خورد کردم دیگه. عزیزم باز یه خورده کوچیکتر خوردش کنی وگرنه که زودتر تموم میشه. چیه مگه؟ بذار تو بشقابت خوردش بکن. صبح بخیر نیری، بیا صبحونه عزیزم. صبح بخیر. نه من دیر کردم، باید برم سر کار. نمیشه عزیزم، بیا بشین یه دقیقه صبحونتو بخور. نه من میرم، میبوسمتون فعلا. اوف، فاتح مدرسه این دختره رو چی کار کنیم؟ خونه رو بدیم اجاره؟ هنوز بهش فکر نکردم. پولم نتونستیم جور کنیم. فاتح، حواسم پرت شده. دیروز خیلی خسته شدیم، به خاطر اونه. خیلی خوشحاله که میخواد بره انگلستان. من هم به اندازه اون خوشحالم. میدونم که تو هم همینو میخوای، پس یه جوری حلش میکنیم. خونه رو اجاره میدیم، چاره دیگه ای نداریم.
فاتح چی شده؟ همش میری توی فکر رو میای. بزن روشنشی. بیا. باشه الان یادش میکنم. باشه خیلی خوب. صبح بخیر. صبح بخیر داداش پویراز. من که اصلا نخوابیدم. شما چتونه؟ نکنه شما هم با یه شیر خوابیدین که توی اتاق بغلیتون خور و پف میکردن؟ ای کاش اونطوری بود. نمیدونم یه بچه کوچیک چطوری انقدر داد میزنه. خدا رو شکر کسی توی هتل نبود. ما میریم با داداش لطیف درباره بچه حرف بزنیم، مسئله‌شو حل کنیم. هتلم به شما میسپاریم. باشه داداش. دائم به بچه سر بزنین و باشه. در اتاقو باز گذاشتیم بهش سر بزنین باشه. یادتون نره. آخه من که بلد نیستم از یه بچه نگهداری کنم. اگه گریه کنه باید چیکار کنم؟ به مادر بزرگم زنگ بزنین. بریم. بورک من میخوابم، بیدارم نکن باشه. دیشب اصلا نخوابیدم. تو چطوری تونستی زود بخوابی؟ عزیزم منم دیشب نخوابیدم، اصلا 2 ساعتم نشد. آلپر مامان تینا کی میرن؟ همش میگن میریم ولی هنوز موندن. عزیزم چی کار کنم؟ خب مهمونن دیگه، بگم برن؟ یعنی تو نمیفهمی؟ مامان دیشب میخواست بین ما دوتا بخوابه. بابا داشت یخچالو خالی میکرد، هممون بیدار شدیم. ما تازه ازدواج کردیم آلپر، برای اینکه میونمون به هم نخوره چیزی نمیگم، ولی ما باید میرفتیم ماه عسل. باشه واقعا هرچی که بگی حق با توه. یعنی بابامه حتما میخواد بگه ما میریم، بی خودی استرس گرفت. زود باش. الو. آها فهمیدم بابا. باشه بابا جون، باشه میبینمت فعلا. چی گفت؟ چیزه چی؟ گفت که یه روز دیگه هم میمونن. سلام. کجا بودی؟ اومدم پرنسسم. تو چی کار کردی؟ این وقت صبح کلی مشتری اومد. معلومه امروز سرم خیلی شلوغه ولی عوضش خیلی خوشحالم. چه خوب. آره تو برام خوششانسی آوردی. واقعا اینجوریم؟ آره خیلی خوشگلی. گل کدوی من. گل چی؟ گل کدو دیگه. میگن گاه و بیگاه شکوفه میزنه ولی گل زیباییه، از اون لحاظ گفتم. یزید جان زنه. گل کدو هم خودتی. یعنی چی؟ یعنی اینکه این بدترین تعریفیه که توی عمرم شنیدم. اینقدر بد بود؟ آره ولی خب من زیاد از اینجور چیزا بلد نیستم. تحمل کن خوشگلم. حالا خوشگلت شدم؟ آره خوشگلم. یه بار دیگه بگو. ببین برات چی خریدم؟ برای منه؟ این چقدر رنگش تیره است آخه، ولی ممنون. آره وایسا داری چی کار ببندیم؟ خب یه لحظه ببرمش اینجا که پشت تو هم بپوشونه بیرجیک. به یاسی جان نمیخوام دیگه. خب تو گفتی امروز خیلی مشتری اومده اینجا. آخه چه ربطی داره؟ خب تو لخت باشی میان دیگه. یه لحظه صبر کن. تو الان داری تو لباس پوشیدن من دخالت میکنی؟ شوخی میکنی؟ سر لباس دخالت نمیکنم بیرجیک، ولی آدمای بدی اطراف هستن. پس تو داری به من حسودی میکنی؟ خب اگه کسی دوست داشته باشه حسودی میکنه دیگه، مگه نه؟ باشه خیلی خوب. ببین من از حسودی کردنت خوشم میاده ولی اصلا دوست ندارم تو مدل لباس پوشیدنم دخالت کنی. اگرچه فهمیدم ولی فراموش نکن کسی که دوست داشته باشه حسودی میکنه. بچه ها خبری از کمرو رو گرفتین؟ کمرو دیگه کیه؟ همون بچه که تو هتل پیدا کردی میگه ننزه. با حاضران حرف زدم. آره خیلی پریشون شده بودم. تلفن میکنم جواب نمیده، راستش خیلی نگران شدم. توی هتل یه بچه پیدا شده. مادرش بچه بیچاره رو ترک کرده. بچه به اون کوچیکی رو تو عروسی رها کردن و رفتن.
پویروز بچه رو پیدا کرده توی هتل ازش مراقبت میکنن. نمیدونم بچه کی. باشه ببین هیچی نشده، هیچی نیست. وای خدایا من نمیتونم از این بچه نگهداری کنم. آخه چرا گریه میکنی ها؟ وقتی گریه میکنی چیزی به دست میاری؟ ببین شیر هست، نگاه کن بچه. ببین اگه گریه کنی تو رو میدم به عموم. صبر کن ببینم. باشه تموم شد. الان میسپارمت به یه آدم خوب. خاله عالیم خیلی خوب ازت مراقبت میکنه. وای جواب بده دیگه خاله عالیه. چاره دیگه ای نداریم، گزینه دیگه ای هم نداریم. بیا به صادق زنگ بزنیم، اون تو رو میخندونه. نهی زنگ میزنیم. الو بفرما. من پیش بیرجیکینه عمله. کی؟ بچه؟ غیر ممکنه. باشه من فورا اومدم. چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ بچه خوابش نمیبره. وای صادق، از دست تو فکر کردم بچه چیزی شده. بیجی تو مغازه رو بسپر به بیازی. خب بیا با من بریم پیش بچه. نه من نمیتونم امروز بیام، کلی مشتری دارم، سرم خیلی شلوغه. در ضمن من از بچه نگه داشتن چی بلدم آخه. برای جفتتون متاسفم. تازه خنده هم میکنن. قیافه رو ببین. به جای اینکه از شما کمک بخوام میرم یکی دیگه کمک میخوام. مثلا گورکم به گورکن زنگ بزنم اون میاد، من میرم زنگ بزنم. بابای داداش فاتحی خوبه. داداش ببخشید عروسی اومدیم نتونستیم طلا بدیم. مهم نیست توپلی، تنت سلامت باشه. من ازت یه چیز دیگه میپرسم. بفرما بپرس. ببینم صادق این دور و بر کسی به یه گارسونی چیزی احتیاج نره؟ داداش برای کی میخوای؟ واسه یکی از دوستام که دوستش دارم، نیاز داره. دانشجوه، واسه مخارجش میخواد. باشه داداش میپرسم، یعنی نمیدونم. فصل توریستی تموم شده، رستوران هم که قرار نمیکنن که یکیشون میپرسم دیگه. باشه پس من میرم، بی زحمت بهم خبر بده. باشه نگران نباش. هلو گورکم، من میرم هتل. باشه من میرم هتل، تو هم میای دیگه ها؟ اونجا میبینمت. گورکم های گوشش ندیه، بچه مراقبت میکنیم، به ما نیاز دارن. زود باش دیگه. بودو باشه خدا. خوش اومدیم بچه. چای میخوری؟ ما مزاحم کارت نمیشیم داداش لطیف، چیزی نمیخوریم. نه موضوع مهمیه، بفرمایید بشینین حرف بزنین. خبری از مادر بچه هست؟ نه متاسفانه. وقتی بچه رو پیدا کردین کنارش یادداشتم نبود نه؟ نه یعنی حتی اسم بچه رم نمیدونی. بچه ها به نظر من بیشتر از این منتظر نمونی. تو اینجور شرایط باید سریعتر مقامات لازم و صدا بزنیم بیان. من به ازمیر زنگ میزنم، از مرکز یه نفر رو بفرستن که بچه رو ببره. نظرتون چیه؟ بهتر نیست عجله نکنی؟ یعنی شاید مادر بچه از روی اجبار اونو گذاشته باشه. اگه بیاد و نتونه پیداش کنه چی؟ اگه ردشو گم کنه چی؟ حاضرون خودت دیدی ما هم خیلی سختی کشیدیم. درسته خیلی سخت بود چون که بچه به مادرش نیاز داشت. عمو لطیف شاید مادرش هنوز همین اطراف باشه. اونو حتما توی جزیره پیداش میکنی. آره منم مایل به پیدا کردن مادرشم. خیلی حق داری، ولی واسه همین باید فوراً به پلیس خبر بدی. اگه بلای سر اون زن اومده باشه چی؟ خب اتفاق بدی نیفتاده داداش لطیف. طوری که تو گفتی به پلیس خبر بدیم، اما وقتی دیدیم توی 2-3 روز خبری نیومد به ازمیر زنگ میزنیم. باشه شما میتونین از بچه مراقبت کنی؟ مراقبت میکنی؟ آره نگران نباشین ما هستیم. من یه کمی کار دارم، بعدن حرف میزنیم. من با مامانم میمونم. باشه پایراز بیا با هم بریم، منم باید برم شهر. باشه داداش لطیف. با اجازه خدا. الو سلام، آگهیتون رو تو اینترنت دیدم، کار ماهیگیری، واسه همین مزاحم شدم. بله بفرمایید. این حوزه تخصصی منه ولی ننوشته کجا قراره کار کنی. الان نوشته آقای محترم، کارت به نروژه. که خیلی دوره، ما نزدیک دریاییم، فکر کردم کارتون اینجاست. شما کجا زندگی میکنه؟
جزیره کرلانگیچ، ولی مهم نی. دستمزد 10,000 لیره دیگه، خیلی خوبه. واسه یه مدت گذران باشه دوست دارم کار کنم. دستمزد 10,000 لیر نیست بابا. 10,000 یورو پاسپورت داری؟ امیدوارم. یعنی داشتم، ولی حل میکنیم. کار راحتیه. اسم منو حتما بنویسین، من میام. یه برگه دانشگاه بیارین که حداقل 30% زبان انگلیسی بلد باشین. یه برگه فقط. برگه از دانشگاه؟ آره دانشجوی آقای محترم، قراره تو نروژ کار کنی نه؟ نمیشه کمجوری. واقعا؟ اصلا خوب نشد. من دامپزشکم داداش. اگه آشنایی داری من معرفی میکنم. کار سرگرم کننده، پول زیادی هم داره. حیف شد. خیلی خوب. باید همه اینو بخوری مامان. این چیه؟ این برای حالت هوا خوبه. یه چای گیاهیه، نگران نباش، چیزی نیست. درباره همه چیز تحقیق کردم. مناسب رژیم غذاییت هم خیلی بوی بدی میده. تو رو خدا اینو بکش کنار. بکشش کنار. خب مامان درسته. وای نگو، حالم بدتر شد. خواهش میکنم بکشش کنار. خیلی خوب، پس دنبال یه چیز دیگه بگردم که حالتو خوب کنه. نیازی نیست. ببین من قرصامو میخورم. لطیفم توی ازمیر یه دکتر خیلی خوب پیدا کرده. میریم اونجا پیشش. باشه؟ کی میرید؟ منم بیام دیگه. 1-2 روز دیگه میریم، ولی نیازی نیست تو بیای. فوراً برمیگردیم. معاینه میکنه و چند تا آزمایش میگیره، همین. خب اگه تو اینطوری میگی برای این دفعه خب نمیام. راستش منم تحقیق کردم. یعنی درباره این بیماری راه درمان جدید پیدا شده. یعنی بیشتر شبیه مشاوره است. حتی یه کلینیک هم هست که این درمانو انجام میده. توی استانبوله. گفتم با هم دیگه بریم. بذار نشونت بدم. دخترم میشه آروم باشی؟ آروم باش. من از اینکه همش دکتر و بیمارستان برم خسته شدم. یعنی میتونیم درباره یه چیز دیگه غیر از بیماری حرف بزنیم. من به دخترم نیاز دارم. مامان حق داری، اما من نگرانتم. هر وقت بهت زنگ میزنم میگی خوبم، اما من میترسم که اتفاق بدی بیفته. نه ترس. بیا به هم یه قول بدیم. من درباره بیماری خودم هر چی که باشه ازت مخفی نمی کنم. حتی بهت قول میدم اگه نیازی داشتم بهت بگم. ولی لطفاً تو هم دست از فکر کردن بردار دیگه. باشه، اگه تو اینطوری خوشحال میشی قبوله. اینجوری خیلی بهتره. آره میخوام تو هم خوشحال باشی. به خاطر من نتونستین ازدواج کنین. هر چقدرم که عقب بیفته من بیشتر احساس گناه میکنم دخترم. مامان من خوشحالم. باشه تو خوب نشی ازدواج نمی کنم. اصلا وقتی خوب شدی جشن برای هر دوشون میگیریم. باشه؟ من نمیتونم با این لجبازی تو ادامه بدم. نه نمیتونی کاری کنی چون که این اخلاقم به تو رفته. بله دیگه. الو نهیر. آره خونه مامانم هستم. باشه نهیر باشه، شما یه کمی آرومش کنین، من الان میام. باشه؟ چی شده؟ اتفاق بدی افتاده؟ نه میدونی که بچه با ماست. من و پویراز از وقتی از هتل اومدیم به نهیر سپردیمش، ولی نمیتونه آرومش کنه دیگه. به گورکم و صادق گفته که بیان. میگه که میتونی بیا. گورکم و صادق چیه؟ مگه اون از بچه داری چیزی میفهمن؟ والا مامان ما هم نمیدونیم، ولی مجبوری مراقبت کنیم. من دیگه میرم هتل. چیزی نیاز نداری؟ نه عزیزم نه. باشه. اگه واسه بچه کمکی خواستین حتما بهم بگین. نه مامان نمیتونم با اون خستت کنم. تازه شاید مادر خودش برگرده. تو هتل نگهداری میکنیم ازش، فعلا ببینیم چطوری میشه. تو به چیزی نیاز داشتی زنگ بزن. باشه؟ باشه میبینمت. ابرو خانم سلام، حالتون چطوره؟ ببخشید به جا من سلما هستم. نشناختی؟ سلما؟ آها الان شناختم. بفرما. خونه اجاره میکنی یا میخوای بخری؟ نه من میخوام خونه خودم رو اجاره بدم. چرا؟ چی شده؟ مشکلی هست؟ خونت که خیلی قشنگه. نه دلیل دیگه ای داره، بعدم برات تعریف میکنم. خونه توی مرکز جزیره توی همون کوچه‌ای که قبلا بوده؟ والا فوراً اونجا رو اجاره میکنه. موقعیتش که خیلی خوبه، ولی نمیدونم که چقدر باید بدم. اصلا از این چیزا سر در نمیارم. یعنی کافی آدمای خوب و محترمی باشن. فهمیدم سلما. من بیام خونه رو ببینم بعدش بهت میگم. ولی خونه رو دیدم میتونم قیمت بدم. باشه عزیزم، منتظرم بیا یه چایی بخوریم. باشه عزیزم.
معمولی. گورکم بچه خوابیده چی کار میکنی؟ ساکت شو. خوابیده؟ بیاین دیگه، بیاین زود. خوابیده؟ آره خوابیده. بالا اصلا از آدم سایز بزرگی مثل تو انتظار نداشتم. یعنی از بدنت مثل یه ساز استفاده کردی. کومرو فقط بخوابه، من چیزی دیگه نمیخوام. کومرو؟ آره کومرو. دیوونه میخواست اسمشو بذاره پویوز، قانعش کردم کومرو بذاره. سریع‌تر برید بیرون، من بقیه‌شو حل میکنم. یالا دیگه زود باشین. زود باش. مراقب باشین. حاضران؟ ساکت باش. خوابید؟ پلیس چی گفت؟ دارن میگردن، وقتی خبری شد بهمون میگن. درست میگفتی. منم انگار یه کمی به بچه عادت کردم. به نظرت اونم به ما عادت کرده؟ راحت به نظر میاد. این چیه؟ ها این یه بیسیمه که راحت تر ازش خبر بگیری. خیلی کار خوبی کردی. به فکر منم که نمیرسید. تو بابای خوبی میشی ها. یعنی اگه یه روز ما بچه دار بشیم دیگه. تو هم مادر خوبی میشی. راستی بهتره برای بچه یه اسم بذاریم، وگرنه صادق کاری میکنه که کومرو بمونه. کومرو؟ به نظر من اسم بچه رو مادرش بذاره. به زودی پیداش میکنیم. راست میگی، حتما یه اسمی داره. اما اگه تو بخوای میتونیم واسه بچه‌مون از الان اسم پیدا کنیم. باشه. یعنی مثلا میتونه دنیز باشه، میتونه آدا باشه. اگه تو میگی که یه دیگه از اسم جفتمون بگیره، میتونه پویهاس باشه. پویهاس. ببین این منطقیه. چه پسر باشه چه دختر میتونیم یه اسمو بدیم، درسته؟ اینو راش بندازیم. باشه. الو، روز خوش. واسه آگهیتون زنگ میزنم. سلام، بفرمایید. کارتون تو ترکیه است؟ چی؟ یعنی لازم نیست خارج از کشور بریم؟ آقای محترم، از هر جا بخواین میتونین کار کنین. نماینده فروش محصولات میشید. چی بفروشم ها؟ وسایل کادویی و اسباب بازی، ولی از طریق سایت اینترنتی. باشه. الان استخدامم. براتون از طریق ایمیل یه قرارداد میفرستیم، بخونیدش، امضا کنید و برای ما بفرستید. بعدش اسمتون وارد لیست مرکز میشه. همین؟ بله همین. باشه، پس من اطلاعاتمو میفرستم، شما هم هر مدرکی لازم داشتین برام بفرستین. باشه آقا، مبارکتون باشه. خیلی ممنونم. خب اینم از کار. خوبه. ما اینیم دیگه. خدای خودت کمک کن. براک این 3 تا رزرو حلش کنیم، ولی به اتاق بچه نزدیک نباشه. باشه داداش. این بچه قراره چقدر دیگه اینجا بمونه؟ نمیدونم. 1-2 روز دیگه هم فکر کنم بمونه. تو به نهیر بگو هم آشپزخونه رو چک کنه، هم ببین کم و کسری چیزی داریم بگو من خرید کنم. خیلی خب. موفق باشی. خوش اومدین. سلام، ببخشید مزاحم شدم. این چه حرفیه؟ بفرمایید. من برای چیز اومدم.
برای کار به کسی احتیاج دارین؟ نظافت، شستن ظرف، هر چیزی؟ متاسفانه الان نه، اما شما شمارتون رو به دوستمون بدین، بهتون زنگ میزنم. شماره ندارم، راستش گوشیم گم شده. متوجهم. خب بعداً دوباره سر بزنین. معذرت میخوام. به من پولم ندین کار میکنم. من فقط برای یه جا برای موندن کار میکنم. هر کاری از دستم بر بیاد، نظافت، ظرف شستن، غذا پختن. خواهش میکنم از اینجا بیرونم نکنی، چون اگه از اینجا برم نمیدونم باید کجا برم. شما خونه ندارین؟ داشتم اما دیگه ندارم. به همون گفتن ساختمون سازی میکنیم و به شما هم یه واحد میدیم، اما بی خونه شدیم. پولی هم که دادن به هیچ دردی نمیخوره. همینطوری موندیم. خونه رو به کی فروختین؟ به دویگون؟ نمیدونم، همسرم باشون در ارتباط بود، اما فکر کنم از استانبول اومده بودن. دویگون. حالتون خوبه؟ خوبم، فقط یکم سرم گیج میره. بریم اون طرف بشینیم. براک یکم آب بیار. بفهمید. اسمتون چی بود؟ حنیفه. حنیفه، منم پویرازم. باشه حنیفه، یه مدت میتونی با ما کار کنی. به کارهای نظافت رسیدگی میکنیم، ما هم یه جایی واسه ردیف میکنیم که بمونی، اما نمیتونم قول بدم برای مدت طولانی بتونی بمونی. ممنونم. خدا ازتون راضی باشه. تو برای شروع عجله نکن، به نظر خسته میای. یه غذایی بخور، براک بهت کمک میکنه. باشه، خیلی ممنون. من زود کارم رو شروع میکنم، شما نگران نباشید. سلام. پویراز چی شده؟ چی کار دارن؟ حنیفه خانم کارهای نظافت اینجا رو انجام میدن، یه مدت هم اینجا میمونن. متوجه نشدم برای چی؟ بعدن واسط میگم. پویراز بی خبر از من برای هتل کارگر میگیری؟ حاضران یه هویی پیش اومد، بعدن صحبت میکنم. از اتفاقا مگه منم نباید خبر داشته باشم؟ به هر حال هرچی باشه اینجا هتل منم هست نه؟ من عذر میخوام، نمیخواستم مزاحم بشم. آقا پویراز گفتن کارگر لازم ندارن، ولی من اصرار کردم. آقا پویراز من برم، مزاحمتون نمیشم. یه لحظه صبر کنید، یعنی لازم نیست که برین، قضیه به شما مربوط نمیشه. شما حنیفه بودین دیگه؟ بله. شما هر کاری که آقا پویراز گفتن رو انجام بدین. براک هم توی ارائه مدارک لازم برای شروع به کار کمکتون میکنه. خیلی ممنون. بفرمایید لطفاً. حاضران یکم صبر نمی‌کنی که بهت بگم؟ خونه‌شو ازش گرفتن، فکر کنم دویگون ازش گرفته، جایی واسه موندن نداره. چی کار کنم؟ دویگو؟ طرف تو زندگیمون نیست، اما یه جورایی داره تأثیرشو میذاره. به خاطر منه. ببین من اینو نگفتم که تو رو ناراحت کنم. باشه، من با حنیفه صحبت میکنم. باشه، من دارم میرم. باشه، کار دارم. میبینمت. همه چی اوکیه؟ دارم اوکیش میکنم. پس خوش اومدی حنیفه. خیلی ازتون ممنونم خانم. من باید به بچه سر بزنم. شما بچه داری؟ مادر بی وجدانش ولش کرده رفته. بگذاریم، نهیر وقتی اومد بهت میگه چی کار کنی. موفق باشید. ممنونم. فاتح جزیره، این پسر تشنشه. چی شده آصادق؟ گلش میخواد چی بشه؟ از صبح دارم راه میرم، از هتل که اینجا پیاده آمدم، همش میدم به بچه رسیدگی میکنم، به خدا تشنم شده دیگه. کم بخور صادق، میتره کیا. بگیر پسرم، بیا. ممنونم گرگم جان، خدا خیرت بده. چی کار میکنی بابا؟ ای دیده. اما فاتح تو کاراتو چیکار کردی ها؟ رفتم تو کار تجارت. اوه مبارک باشه. فدای تو گورکم. تو میخوای کار کنی داداش؟
من کار میکنم اما برای کار خیر، واسه یکی دیگه. فهمیدم. به سلامتی ایشالله. فدای تو توپلی. گرگم من گشنم شده که. بالا منم گشنم شده. میگم یه دونر دونو بندازیم گردنی. اوه ایوه. آره دوغم داشته باشه. چت رو بند کن. بس فاتح جون میشه یه سفارشی بدین بیاد اینجا؟ چه سفارشی؟ سفارش دونر دونونه. دونر؟ دونر دونونه. آره فقط ما دونر مرغ نمیخوریم، ما گوش یکی و نصفی. باشه سفارش میدم تو. وای اینا رو ببین تو رو خدا، مثل اختاپوس به هم پیچیدن، مثلا همدیگه رو دوست دارن. عشقتون بخوره تو سرتون. ببین کن یه وقت شبیه اینا نباشی ها. اینا به هیچ دردی نمیخورن، به لعنت خدا نمیارزن، یه مش بیخاصیت دور هم جمع شدن. مامان زود باش به دایی زنگ بزن دیگه. داییتم که خدا میدونه الان کجاست و چی کار میکنه. اینو بگیر را بیا دیگه. آیا وای آبجیم داره زنگ میزنه. این الان برای چی؟ الو جانم آبجی. چه جانمی صادق؟ فقط سالی یه بار زنگ میزدم ولی تو یه جوری جواب میدی انگار همین صبح با هم حرف زدی. فقط میگی جانم آبجی. اصلا گوش میدی چی میگم؟ صادق نمیدونی چی به سرمون اومد. صادق خبر نداری خواهرت به چه روزی افتاده. آره دیگه اصلا مرد این چیزا برات مهم نیست که، چون همه چی فقط برای شما باید خوب باشه. زندگی چقدر زیباست. آره اون وقت من با یه بچه کوچیک آواره کوچه و خیابون شدم. آبجی اوکان الان پیش توی؟ آره الان پیشمه. میگم توی خیابون آواره شدی، باید به همون کمک کنی، میفهمی؟ من و بچم آواره و بی‌پناه شدیم. آبجی بچه چیه؟ اوکان باید الان داماد بشه. شده که شده، به تو چه ربطی داره؟ واسه من هنوز بچه است. قربونت برم، من خدا رو شکر شبیه باباشم نشده. بچه ای من فرشته است، فرشته. باشه آبجی پسرت فرشته است، من حرفی نزدم که. حالا شوهر درمونده کجاست؟ اسم اونا پیش من نیار صادق. من از اون بیچشم رو طلاق گرفتم که دیگه اسمشو نشنوم. تازه دیرم شده، چند بار بهم خیانت کرد، تحمل کردم. همه یه پولا رو توی قمار به باد داد، صدام در نیومد. ولی میدونی آخرین بار چی کار کرد؟ با یه زن اومده تو خونه که چی میخواد بیاد به اوکان درس بده. آره منم موهاشونو کشیدم دادم دستشون تا آدم بشن. ساکت شو چخه میام حسابتو میرسم. ساکت شو. آبجی من الان جزیره نیستم که، من آلمانم. اینجا کارهای بزرگ میکنم، خیلی کار دارم، برای همین اصلا جزیره نیستم. دارم ازدواج میکنم، تشکیل زن و زندگی و خانواده میدم به خودم. آلمان چی کار داری؟ تو اونجا چی کار داری؟ تو پول نداری دمپایی پات کنی، میگه میخوام ازدواج بکنم. چه کارا؟ ببین تو رو خدا کاراشو. کی میخواد با تو ازدواج بکنه آخه ها؟ خیلی جالبه والا. باز دیگه چی تو سرته؟ کدوم زنو میخوای بدبخت و بیچاره بکنی صادق؟ بابا میگم تو برو بازار یکی کمک بخوای ها. به تو کمک میکنم. من آلمان برگشتنی مشکل تو حل میکنم. باشه آلمان خیلی خوشه. باز میگه آلمان. ببین صادق خان، حالا که شما صاحب کارای بزرگ شدین، پس یه پول بفرست ما یه خونه دم دریا تو جزیره بگیریم، یه ذره لذت ببرین. نظرت چیه ها؟ چطوره؟ سیمید دارم. سیمید چی؟ گوش کن چی میگم. از کی تا حالا سیمید فروشای توی آلمان به ترکی سیمید میگن ها؟ خجالت نمیکشی سر منو شیر میمالی؟ نگاه کن بیا جلو. این صدا هم از توی گوشی داره میاد، هم از همین طرفا. ای وای صادق، حالا نشونت میدم. ببین صادق، خیلی پشیمون میشی. خیلی. این بچه کوچیک بی پدر کل راه همش میگه من دلم برای دایم تنگ شده، برات کلی گریه کرد، خبر نداری. آخه این بچه گناه نداره ها؟ تو خجالت نمیکشی ذوقشو کور میکنی یا دلشو میشکنی؟ میکشمت صادق بدجنس، بیچارت میکنم. همه دق و دلیم و سرتو خالی میکنم، بلایی به روزت میارم که همه مرغای آسمون به حالت گریه کنن. را بیافت دیگه، اونجوری نگاه نکنم. زود باش. موفق باشی. هوش، حواست کجاست؟ انگار تریلی ترمز باریده.
خانوم مواظب حرف زدنت باش، انگار خودتو تو آینه ندیدی، مثل کامیون سبزی فروش لاستیک ترکیده به من زدی. بله بیا بیا بیا. ببین برو دعا کن که الان کار دارم، وگرنه ازت یه ترشی سبزی درست میکردم. باید صادقو پیدا کنم. برو. حالا میذاشتی ترشیو با هم میخوردیم مادر. این زن بدجنس با رفیق ما چی کار داره؟ میبینی؟ اوضاع داره پیچیده میشه. خیلی جالبه. خسته نباشی. شما هم همینطور. چه زود کارتو شروع کردی. به اینجا عادت کردی؟ عادت کردم. دم آقا بوراکم به هم کمک میکنه. خونتو ازت گرفتن. پویراز به هم گفت. آره، با همسایه ها هممون بیخونه شدیم. کسی که خونه شما را ازتون گرفته دویگون واسه ما هم خیلی دردسر درست کرد. هر چقدر بخوای میتونی اینجا بمونی. ازتون ممنونم، ولی زود خونه پیدا میکنم. این گرماش خوبه یعنی؟ خوبه؟ خیلی خوب است. بازم خسته نباشی. ممنون. بازم تشریف بیارین. مبارکتون باشه. داداش واده چی شد آخه؟ خواهش میکنم جان من، الان من پناهنده شدم، به تو خواهش میکنم به من دست رد نزن به سینه. خدا نگهدار. من چی شده ها صادق؟ با تو هم آروم باش پسر، آروم باش. حتما یه جاهایی همینجا هست. ببین منو. صادقو ندیدی؟ صادق؟ آره. صادق خودمون؟ اون روزا نمیاد اینجا، کار و بار داره، سر نمیزنه. شما واسه چی دنبال صادق میگردین؟ کار و بار چی؟ اون حتی نمیره غذا بخوره. من همین الان باهاش تلفنی صحبت کردم، صدای سیمیت فروش میومد. برای همین مطمئنم همین جاها قایم شده. حتما تو اونو دیدی مگه نه؟ به خدا یه جاهایی همین جاست. من دارم بوشو حس میکنم. من خواهرشم. شما رو به جا نیاوردم. من سالها تو این جزیره زندگی کردم. منم متولد جزیرم، اینجا بزرگ شدم، ولی شما رو نشناختم. شما گفتین که صدای سیمیت فروش رو شنفتین. آره، چطوره به سیمیت فروش ها سر بزنین ها؟ سیمیت فروشه ها؟ آره. اینو بگی ببینم. من مطمئنم یه جایی همینجا هست. پسرم همه جا رو بگرد. صادق پسر این بی چشم روی پر رو. حالا به من دروغ میگی؟ آره واقعا جلوشو بگیرم. تو چطوری میتونی خودتو از من قایم کنی ها؟ چطوری میتونی خودتو از من قایم کنی؟ من خواهرتم، خواهر تنیت. تو رو پای من بزرگ شدی، توی بغل من بزرگ شدی. چطوری رود میشه ها؟ ابجی من قربان تو برم، مگه میشه ازت فرار کنم؟ معلومه که فرار نمی کنم، ولی من الان یه کار مهم دارم انجام میدم ابجی، یه کار خیلی مخفیانه، وگرنه من برای چی باید کاری که تو باید بکنی اینه که در خونتو به روی ما باز کنی صادق خان. اون کارای مخفیانت هم به ما هیچ ربطی نداره. دست از وراجی کردنم بردار، کلید رد کن بیاد. زود باش. ابجی مگه میشه من کلید خونه رو به تو ندم؟ اما خونه فعلا در دست تعمیره. من خودم شبا تو کوچه و جوب و خیابان میخوام. صادق نزنش تو گناه آخه. مامان وای وای یه جزیره پاک خونه جونتو. تو منتظر منی؟ چقدر تو خوبی آخه. آره منتظر تو هم بیریجی. کجا بودی؟ چند ساعت اینجا؟ چند ساعت شد مگه؟ خیلی زیاد شده. حتما دل تنگ شده نه؟ بهت پیام دادم که رفتم پیش ملیسا.
باشه، ولی خب از اونجا تا اینجا 5 دقیقه راهه. بعد پیامت همش دارم ساعت رو نگاه میکنم، بیشتر از نیم ساعت شده. این همه وقت کجا بودی؟ منظورم اینه. انگار تو دیوونه شدی یا؟ گفتم رفتم پیش ملیسا، وسیله گرفتم. آخه تو چت شده ها؟ چیزی نشده بیریجیک، فقط نگران بودم که کجایی. مگه چیه؟ از نگرانیت نیست، داری از من حساب پس میگیری. ببین من هر وقت بخوام هر جایی میتونم باشم، تو نمیتونی تو کارم دخالت کنی. خب باشه عزیزم، من دخالت نمیکنم، فقط دلم تنگ شد، برای همین گفتم. باشه دل تنگ شی ولی دخالت نکن. این خونه یادگار مادر بزرگمه. اگه مسئله مهمی نبود اصلا اجارش نمیدادیم. اصلا ما هم تازه ازدواج کردیم، فعلا قراره دوران سختی و پشت سر بذاریم. توی جزیره قیمت ها مناسبه. آره قیمتش مناسبه. اینجا شغلتون چیه اون وقت؟ ما خودمون توی تجارت خونه سرگرمیم، مهم نیست کجا باشیم، کارمون اینطوریه. درسته. اما ما به این زودی هم خونه رو اجاره نمیدیم. انگار شما عجله دارین ها؟ خب برای چی؟ بنگاهی که بهمون گفت برای اجاره است. خب الان اول باید یه سری تعمیرات توی خونه انجام بشه. دخترم هم قراره بره انگلیس درس بخونه. ما بعد از این قضیه میخوایم تصمیم بگیریم همه چیو. پس یه قراری بذاریم شما وقتی خواستین خونه رو دوباره اجاره بدین صحبت کنیم. خیلی از خونتون خوشمون اومد برای هم. بله خیلی خوشتون اومده، اما باید با همسرم هم صحبت بکنم. اونم باید تصمیم بگیره. بعدش باهاتون تماس میگیریم. باشه ممنونم. خیلی ممنونم. به سلامت. خیلی خوش اومدین. الو پویراز. جانم مادر بزرگ. مادر بچه رو پیدا کردین؟ نه هنوز، اما داریم دنبالش میگردیم. حال بچه چطوره؟ کل شب و نخوابید، نذاش ما هم بخوابیم. نتونستین آرومش کنین؟ چطوری میخواین این کارو بکنین؟ کدومتون بچه بزرگ کرده؟ اونو بیارین پیش من مثل چشمم ازش نگهداری میکنم. نه مادر بزرگ نمیشه. مادرشو پیدا نکردیم، میبریمش تحویل بهزیستی میدیم. پسرم اون الان به یه خونه گرم نیاز داره. من تو رو همینجوری بزرگ کردم، تو هم هیچکیو نداشتی. ببین تو هم بزرگ شدی، یه مرد شدی برای خودت. باشه مادر بزرگ، مادرشو اگه پیدا نکردیم میاریمش پیش تو، بهت خبر میدم. باشه خداحافظ. خیلی خسته شدم. منم همینطور، اما وقتی با تو هم خسته نیستم. آزیران وقت نشد بپرسم مادرت چطوره؟ خوبه، یعنی به نظر میاد که خوبه، اما نمیدونم. فردا قراره برن ازمیر بیمارستان. اونم میخواد کمک کنه سر بچه، ولی من نمیخوام خسته بشه. نه خسته میشه، چیزی لازم داشت ما کمکش میکنیم. ممنونم. یکم خودشو سرزنش میکنه، فکر میکنه مانع ازدواج ما شده. نیازی نیست همچین فکری بکنه. اینقدر اتفاق اطرافمون میفته که ما هیچی رو نمیتونیم برنامه ریزی کنیم. منم همینو گفتم، یعنی انگار بهتره یکم صبر کنیم. نه مثلا چقدر صبر کنیم؟ کی قراره سرمون خلوت بشه؟ خیلی عجیبه، انگار یه دایره اطرافمون رو گرفته و اجازه نمیده ما ازش بیرون بریم، همش ما رو اذیت میکنه. پویراز میدونم حق با توه، این اواخر نتونستیم با هم دیگه باشیم، ولی خب بیماری مادرم، بعدش بچه، تازه داشتیم میگفتیم از دست دویگون خلاص شدیم، تهدید جزیره و این چیزا. حاضران ببین بازم از خودمون حرف نمیزنیم، متوجهی؟ از خودمون حرف نمیزنیم، تصمیم به ازدواج گرفتیم ولی نمیتونیم دربارش حرف بزنیم. پویراز خب چی کار کنیم؟ همه اتفاقا رو نادیده بگیریم؟ نه عزیزم، من منظورم این نبود. من خیلی دلم واسه تنگ شده. منم خیلی دلم برات تنگ شده. منم خیلی دوستت دارم، حتی اگه بدونم بقیه زندگیمون همینطوری پیش میره، همین که تو پیشم باشی من از همه چی راضیم. تو چی؟ من همه اینا رو به جون خریدم، اما هر از گاهی میخوام وایسم، فقط میخوام با تو زندگی کنم. حداقل همین کارو بکنیم،
حداقل برای امشبم که شده بیرون دایره بمونیم. انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده باشه، فقط ما باشیم. میشه؟ فکر خیلی خوبیه. انگار خوابید، صداش که نمیاد نه؟ دختر خوشگل خوشبوی من، دختر قشنگ من، بیا ماما جون، بیا دختر خوشگل من. پویراز این کیه؟ لالایی کن بخواب، خوابت قشنگه، گل مهتاب شبات 1000 تا رنگ. بیا جو بیا. آی اینجام شد هتل صادق. اینجا که رسما مسافرخونه است. بیا برمونه نبریه. برو خواهش میکنم. خوش اومدین. ممنونم نیر جان. چه خبر؟ خوبی؟ سلامتی؟ خوبم. خوبی خدا رو شکر. ماشاءالله. نیر معرفی میکنم. این خواهرم از سوزانه، خیلی هم سوزانه. ایشان خواهر زادم اوکانه. یه شب میتونن توی هتل بمونن؟ البته که میتونن بمونن، هر کی پولشو بده میتونه بمونه، میدونی که. منظور منم همینه. من الان یه روزو حساب میکنم، پول یه روزو میدم. چطوری؟ پرنده کوچولو چی کار میکنی؟ چطوری؟ عزیز توپولی من، توپولی. درست شنیدم انگار خواهرته. چی شد عزیزم؟ خوشت نیومد؟ ای بابا این چه حرفیه؟ صادق همیشه برام عزیزه، خانواده‌ش هم از طرف من لایک داره. بگذاریم من کلیداتونو بدم بهتون. میبینمت عزیزم. را بیافت. ملیسا مسخره بازی در نیار. آخه کجا میخوای بری تو ها؟ نمیدونم، میرم خونه خاله سلما، خونه خاله عالیه. تو اونا برنگردن نمیام تو اون خونه. ملیسا خواهش میکنم، خیلی زشته اینجوری جلوی خانواده‌مون آبرومون میره. کار من زشته؟ آره من دارم از بابات مؤدبانه میپرسم کی قراره برین، میگه شما نگران نباشین ما هنوز اینجاییم. ملیسا جون عزیزم حق داری، منم این وسط موندم، حال منم ببین دیگه. اگه خانواده تو میومد میموند من اینجوری نمیکردم. ولی خانواده من اینجوری نیستن. ببین عروسی تموم شد رفتن. خانواده منم میرن. خب فردا صبح باهاشون صحبت میکنم، قول میدم. قول میدم. سر قولت نمونی چمدونم اینجاست. نیاز نمیشه، قول میدم. وقتی اومدم هتل میخواستم بگم دنیزو ببرم، اما ترسیدم که باز گشنه توی خیابون بمونی. اسمش دنیزه؟ آره بابا ماهیگیر بود، اسم دنیزو هم دوست داشت. اگه اون زنده بود منزمون اینجوری نمیشد. خب الان پدر این بچه کجاست؟ نمیدونم. این کبودی کار اونه؟ خونه رو که از دست دادیم انسانیتش رو از دست داد. ترسیدم دستش رو دنیز بلند شه. منم فرار کردم. خیلی مشروب میخورد. تحمل کتک خودم رو داشتم، اما اگه دست رو دخترم بلند میشد قاتل میشدم. با دخترم فرار کردیم و قایم شدیم. نمیدونستم باید چی کار کنم. خواستم خودم رو بکشم. بعدش اون شب توی عروسی وقتی اون شلوغی رو دیدم دخترم رو گذاشتم اونجا، خودمم رفتم به سمت صخره ها.
خواستم خودم رو بندازم پایین اما نتونستم. دخترم اومد جلوی چشم، دلم برای بوی تنش تنگ شده، نتونستم. اما این کار واسش خوب نبود حنیفه. اگه مادرشو هیچ وقت نمیشناخت با یه معما بزرگ میشد. اون لحظه بهترینو براش خواستم، به اینا فکر نکردم. بعدش فهمیدم که اشتباه کردم، پشیمون شدم، ترسیدم که بلایی سرش بیاد. ازتون ممنونم که ازش مراقبت کردید. الان مهم اینه که هر دوتون حالتون خیلی خوبه، اما باید اتفاقایی که برات افتاده و کارهایی که همسرت کرده رو به پلیس بگی. نه، حرفامو باور نمیکنه. هرچی باشه من یه زنم که بچه‌شو ول کرده و رفته. مطمئنم اونا دنیزم ازم میگیره. حنیفه اما این کاری که اون آدم کرده جرمه، تو رو مورد خشونت قرار داده، باید مجازات بشه. نه، اگه از دستش شکایت کنم و نتونن دستگیرش کنن، بعدش میاد منو میکشه، دنیزم ازم میگیره. ببین درک میکنم که میترسی، اما تو تنها نیستی، میفهمی؟ تنها نیستی. ما هم با هم یه فکرایی، یه کارایی میکنیم. خب اینجوری نمیمونه که. حنیفه من به کارهای خونت رسیدگی میکنم. ما میشناسیم کی خونه تو رو خریده. تو قولنامه، مدارک یا هر چیزی که داری به هم بده، من بدم تا فردا بررسیش کنم. نگران نباش. هیچی همرام نیست. داشتم میومدم فقط کارت شناساییمو برداشتم. باشه، اسمتون رو بنویسین، آدرستونم بنویسین، هر مدرکی که داشتی رو به من بده تا منم بدم بررسیش کنن. ممنونم. با خوششانسی دخترم با 2 تا فرشته روبرو شدم. اینجا موندنت شاید خطرناک باشه. نمیتونیم همه رفت و آمدهای اینجا رو کنترل کنیم. خب ما غیر از اینجا کجا بریم؟ نمیدونم، اما باید یه جایی پیدا کنیم که جات امن باشه. خب الان غیر از مادر بزرگم جای دیگه‌ای به ذهنم نمیرسه. میخواست از بچه‌م نگهداری کنه. نظرت چی آزیرا؟ منم موافقم. بهترین جای موندنشون پیش خاله عالیه است. حنیفه تو حاضر شو، بچه‌رم حاضر کن، من به مادر بزرگم خبر بدم. چشم. داریم میبندیم آقا. یه چای بده. دیر وقته، چایمونم تموم شده. چای نداری چرا بازی؟ یه قهوه بده. منظورمون این بود که چون دیر وقته داریم میبندیم. این وقت شب یه مکان توریستی میخوایم ببندین؟ بعدم میگین کشور چرا پیشرفت نمیکنه؟ اینجوری میخواین کار کنین؟ بهتره برین خونه بشینیم. با این چشه؟ میزنم دهنشو سرویس میکنم. آلپر ولش کن، ارزششو نداره. تنش میخوره. بیازید تو کار دیگه ای نداری؟ چی شد بیریجیک خانم؟ خیلی از دستم خسته شدین؟ نه خسته نشدم، ولی واقعا مجبور نیستی 24 ساعت پیش من باشی. این برای من اجبار که نیست عزیزم، من چون دلم میخواد پیشتم. مغازه رو ببند برسونمت خونه. من نمیخوام. چیو نمیخوای؟ نمیخوام، یعنی دلم میخواد تا خونه تنها برم. شاید اصلا نمیخوام تو منو برسونی. اما عزیزم دیر وقته، بذار من برسونمت. خب اون وقت دیر بشه چی میشه؟ چون دیر وقته خیلی امن نیست، برای همین میگم. بیازید من همیشه این وقت شب تنهایی میرم خونه، هیچ اتفاقی هم نمیافته. از وقتی با هم آشنا شدیم تو خیلی تغییر کردی. لطفاً برگرد به تنظیمات کارخونه. خیلی خوب، پس من برم برگردم به تنظیمات کارخونه. ببین دارم میرم. ببین اینجوری نگو دیگه، ناراحت میشم. آخه من با تو چی کار کنم؟ سلام بچه‌ها، بینم نیستین؟ سلام عمو فاتح، چی شده؟ چیزی لازم داری؟ من لازم ندارم، ولی شاید دیگران لازم داشته باشن. مثلا چی؟ یه چیزایی مثل همین بدلیجات دیگه. شما بهتر نیست شبا مغازه رو باز بذارین ها؟ هوام که خوبه، شاید یه رفت آمدی شد. حتی اگه بخواین دم مغازم وای میستم. نمیدونم، آخه این وقت شب دیگه کسی نمیاد اینجا که نیاز خیلی فوری بگیره و سنجاق و زیورالات داشته باشه. خیلی خوب، باشه. شبتون خوش. شب بخیر. شب خوش.
منظورش چی بود؟ من که نفهمیدم. خوابید؟ آره خوابید. ازتون ممنونم که منو قبول کردید. دخترم بده حرفای پویراز، مگه دلم میاد هتل بمونی ها؟ مادر بزرگ چیزی نیاز دارین؟ دخترم بچه چیزی کم و کس داره؟ نه خیلی ممنون، هرچی نیاز بوده آقا پویراز خریده. پسرم هیچی نیاز نداری. خوبه. حنیفه خواستی فردا هم اینجا بمون، بهتره که بچه رو نیاری هتل. وا مگه میشه دختره رو زندانی کنی؟ برو دخترم، برو هتل به کارت برس، من از بچه مراقبت میکنم. حالا که نوه در کار نیست منم با اون رفع دلتنگی میکنم. خیلی ازتون ممنونم. من و دخترم امروز رفع دلتنگی میکنیم. منم به قولم وفا میکنم و فردا برمیگردم هتل سر کارم. خیلی خوب باشه، پس من رفتم. باش عزیزم، بودو. مادر بزرگ اگه چیزی نیاز بود به من زنگ بزنین. باشه پسرم. فعلا خوب بخوابی عزیزم. زینب ظرفا رو آوردم کابینتای پایینی، میگفتی سختته. برای من سخت نبود، برای تو سخت بود. ولکام، بذار همونطوری بمونه. زینب بله لطیف. کیک روانی درست کنیم تو رژیمت ها؟ روانی؟ آره دکتر برام تجویز کرده بود. تو هوس روانی کردی؟ آره پس درست کنی. بیا. خب جوونا اگه نخرین پشیمون میشین. این قیمتش چنده؟ داداشون 50 لیره. خیلی هم بهت میاد. اینجوری پرزرق و برق بودنش هم رسما بهت میاد. باشه من میخرمش. مبارکه. ممنونم. خب اون 80 لیره آقا. تازه تخفیف خورده. جون تو قیمتش 100 لیره. مبارکت باشه. خدا برکت بده. ای بابا سلما، این اینجا چی کار میکنه؟ بذارش اینجا، بذار اینجا فروشی نیست، برو کنار. خوابید؟ آره خوابید. انگار دلتنگ رخت خوابش شده. خب بچه از پیش میاد. بیا بشین، بیا. اگه چیزی نیازه راحت بهم بگو. نه خیلی ممنون. بگو ببینم اهل جزیره ای؟ شاید قبلا دیدمت اما اصلا یادم نمیاد. بابا اهل جزیره بود، عزت ماهیگیر. تو دختر عزتی؟ میشناسیدش؟ دور طفلکی رفت ماهیگیری و دیگه هیچ وقت بر نگشت. گفتن قایقشم نتونستیم پیدا کنیم. دریا بابامو گرفت و دیگه بر نگشت. ولی من هنوز فکر میکنم که زنده است. دخترم تو رم ناراحت کردم. نه دیگه، من عادت کردم، مدت‌ها گذشته. خب تو چی کار کردی؟ رفتم خونه اقوام و بعدشم ازدواج کردم. به خاطر زمینی که از بابام به ارث مونده بود برگشتم. بیشتر واسه اون ناراحتم، چون نتونستم مراقب آخرین یادگاریش باشم. انگار شوهرت یکم داره ناراحتت میکنه، نه؟ واسه همین بچه رو بردی گذاشتی هتل. درسته، نادونی کردم. نه بهش میگن بیچارگی. قصه پویراز نوه منم درست مثل دنیز. مادر پویراز به خاطر صلاحش سالها هویتشو پنهان کرد. همیشه حسرت به دل پسرش بود. خبر نداشتم. از کجا باید بدونی؟ نگفتیم که. برای همون واسه پویراز مهمه که بهتون کمک کنه. فهمیدی مگه نه؟ بعد از این همیشه باید کمک دست هم باشی. تو به حاضیران و پویراز اعتماد کن، همه چی درست میشه. کافیه جسور باشی. خب
فاتح خیر باشه. کجا بودی ها؟ هیچی، همینجوری میگشتم. که گشتی؟ یه ساعت رفتم پیش لطیف. فاتح چه خبره؟ تو نرسیده مسیر خونه رو فراموش کردی؟ خونه نمیای؟ من مشکلاتی دارم، دردایی دارم، من برای خودم شریک غم غصه میخوام. سلما، فقط تو درد داری؟ خیال کردی همینجوری داریم زندگی میکنه؟ چی کار کردی؟ محض رضای خدا سنگ جا به جا کردی، از شدت خستگی نمیتونی بشینی؟ اگه آدم واسه خسته شدن حتما باید سنگ جا به جا کنه. چه خبره؟ از روز اول دعواست ها؟ اگه قراره همیشه اینجوری باشه منو بی خیال بشین، چون نمیتونم اینجوری زندگی کنم. اگه با خودتون فکر میکنین این میره برای تحصیل، بازم بی خیال من بشین، چون برم دیگه بر نمیگردم. امشب چه شب آرومیه. بعد دیشب مگه نه؟ شب سختی بود، اما میدونی دلتنگ دنیز شدم. میخوای بگیم بیاد باز بیخواب بمونیم؟ نه اینجوری هم خیلی آرامش داریم. خوب کاری کردیم که این مادر و دختر رو به هم رسوندیم. حاضران ما تازه شروع میکنیم. خدا میدونه دویگون سر چند نفر همچین بلایی آورده. شاید نتونیم به همشون کمک کنیم، اما باید امتحان کنیم. من خودم رو مقصر حس میکنم، به اهل جزیره بدهکارم. اون زندگی همه رو خراب کرد، غیر مستقیمم که باشه من مسبب این کارم. حنیفه و بچه‌ش هم دیگه خونه ای نداره. پویراز میخوام براشون یه کاری بکنم. حاضران مجبور نیستی که احساس گناه داشته باشی. با اینکه اون همه بدی شد، بازم ما وسط اون همه بدی این همه خوبی کردیم. تازه قراره با هم جزیره رو نجات بدیم. با هم. اصلا به این موضوع فکر کردی؟ اگه آشنا نمی شدیم چطور می شد؟ نمیدونم، اما فقط یه چیزو میدونم، بازم عاشقت می شدم. Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş onunla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce. Beyaz ol cezama itiraz. Kalbim uslu durmuyor verse nerede ikaz. Yani biz seninle karşısında dünyanın bir kör olur bir hayvan. Sonra yazmayınca harflerin nitelik. Yan yatar kelimeler cümleler devrik. Sar bütün müzik artık anla. Bensiz olur ama sensiz olmaz asla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir
sen bana yürüyünce. Çıkıp dışarı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce.